رمضان ماه خدا نیت رفتن دارد. وای بر حال من غافل مهمان نشناس. وای بسر مکه این مهمان قدرش نفهمیدم. والله ندانست. رمضان میره چه قسم رازیش بسازیم. بیاین در فراق رمضان گریه کنیم، از پشت رمضان ناله کنیم. رمضان جان بسیار دوست داره. نرو رمضان، ماه شریف هستی. نرو رمضان، بگو نرو، با گفتی تو نمیکنه. میره ولی عاشق چشماش کور میشه، عاشق گوشش کر میشه، عاشق بعض وقت میشه خدا میگیره، فکر میکنه که همین معشوق با گفت ما میکنه. خیر از رمضان نرو، چی میشه؟ رمضان میگه خدا حافظ. این صفات محبین است، دوستا است. حالا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عاشق رسول کریم علیه السلام، پیغمبر علیه السلام وفات شده. چی شده؟ نعش مبارک، جسد نازنین سر خاک مانده شده. حضرت عمر صاحب عاشق است، میفهمه که رسول خدا رفته. بگویم صلی الله علیه وسلم، شمشیر میکشه، میگه اگر کس بگویه که رسول خدا وفات شده، گردنش از تن جدا میکنه. عشق است دیگه، محبت است. قریب عقلش از این سوال ببره، رسول الله رفته از دنیا صلی الله علیه وسلم که حضرت ابوبکر اعلم صحابه، حوصله‌مند ترین صحابه، پرظرفیت ترین شخص، عاشق، عاقل، عارف و عابد و دعوتگر و سخی و جوانمرد. اسکت یا عمر، رسول الله وفات شده صلی الله علیه وسلم. حضرت عمر صاحب باور کردن که رسول خدا اونجا وفات شده. تا ابوبکر نگفت، میگفتم امنی دیدم رسول الله علیه السلام نمرده. وقتی که حضرت ابوبکر گفت پایان سستی کرد، به زمین افتیدم. حالا اگر ما بگوییم رمضان نرو، ما عاشق رمضان هستیم، مردم به ما میخندند و باید بخندند. این دیوانا را سیکل رمضان میگه نرو، رمضان میره دیگه. توجه باشه. رمضان ماه خدا نیت رفتن دارد. یادت بیار که دی امروز 26 روز چی کردی؟ ای جوان چشمای دی 26 روز چی کرد؟ رمضان بود، خدا خوب بود جل جلاله بود. او الله خو همیشه ما را میدید. تسبیحاتان در جیبتان بانید، چرق نکنید، خیلی ببینید خفه نشوید، متوجه باشید، تلفن‌ها را خاموش کنید، بگوین الله اکبر. این منظورم از زنگ آمدن. و دی 26 شب چه قسم تراویح خواندیم؟ تراویح خواندیم یا نخواندیم؟ اگر نخواندیم الله اکبر، خدایا به تو پناه میبرم. و اگر خواندیم این تراویح میرستش. چه قسم تراویح خواندی؟ قاری صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب، مقتدی صاحب، چه بی قدری به تراویح کردیم، چه ناشکری به قرآن عظیم و شأن کردیم. شاید بعد از روزا تشنه شدیم تشنه بریگه هستیم. بعض روزا گرسنه موندیم، بعضی روزا روزه گنسیت داره، گنست کرد. شاید خسته شدیم. این بخیر عبده رمضان است، این بخیر 11 رمضان است. شاید این شکری رو بعضی ما کنیم، ولی رمضان آره میره. رمضان خود میره برا بخیر. وای بر حال منی غافلی، روی سیاه مهمان نشناس. مهمان در خانه ما بی قدری کردیم. مهمان به ما میدید، شاید ما به دخترای مردم میدیدیم. مهمان به ما میدید، شاید چشمهای ما متوجه جوانای مردم بود. مهمان به ما میدید، شاید ما حرام میخوردیم.
حتی شاید ما در وقت افطار رمضان ما رو میدید و ما غیبت میکردیم، ما خنده میکردیم، قهقه میزدیم. رمضان ما رو میدید، ما دروغ میگفتیم، ما در دلهای ما کینه بود، در دل کینه بود، ما فحش گفتیم. رمضان ماه خدا نیت رفتن دارد. حال متوجه شدیم رمضان معذرت میخوایم، ببخشی رمضان جان، مهمون عزیز میری؟ الوداع الوداع یا شهر رمضان، الفراق یا شهر التراویح، شهر تسبیح، ماه عبادت، ماه محبت، ماه پر شدن مسجد ها. ما در بعد رمضان و تو در بعد رمضان بگردیم در مسجد ها خالی میشه از نماز خواه. ماه سخاوت، ماه همدردی با یتیما، در 11 ماه دیگه یتیم را فراموش میکنه. ماه همدردی با بیوزنا، ماه خبر گرفتن اقارب فقیر و هر دم شهید. ولی اگر کسی کرده باشه، ورنه وای بر حال منی غافل مهمان نشناس. حتی کسایی را گفتن که برش گفته شد برادر رمضان است، شراب نخور، رمضان است. برش گفت در جوابش برو پشتیگه بانگر، تو را چی؟ رمضان است دیگه، من شراب خود زهری جان میکنم. بی برادر میگم بیا برادر، این مصرع برای تو است. شاید کسی دیگری تواضع کنه و شاعر تواضع کنه که بگوی وای بر حال منی غافل مهمان نشناس. شاید ما تو مهمان نشناس نباشه، شاید هم باشه، که میدانه جز الله تبارک و تعالی. برادرای عزیز، یکی از صفات بارزنده ای که رمضان براتان باید به ارمغان آورده باشه که مطمئن هستم به اکثر ما آورده، او تواضع است. تواضع معنای مشرحش است. شما روزه نخوردین نه؟ خود از روزه خورا پایان بگیرین، بگوین الله اکبر. این تواضع است. روزه خورده شما؟ فکر کنید 26 روز روزه ای نگرفتی که قبول دربار الله است. این تواضع است. فکر کن 26 روز روزه خوردی، خدایا امروز جمعه اخیر رمضان است، من هم 39 روز اصل روزه نیت میکنم. یک توبه درست، یک روزه واقعی، یک نماز واقعی. شاید این 26 روز در وقت افطار درست دعا نکردی، چی میگه برادر؟ کار دارم. سبحان چی میگفتی؟ یک در وقت افطاری، در وقت سحری خواب کرده باشه. مادر مرا سحری نخیزانی، پدر مرا در سحری آزارم نتی. سحری شیطان رفته کمپلش باقیست، شیطان رفته ریشه شیطان باقیست، خواب. شیطان رفته رفیقش باقیست، نفس. مادر پدر مرا بیدار نکنی، آزارم نتی. ما تا 2 بجه کار کردیم، کار دنیا. 2 بجه و سحری مرا آزار نتی. فرشته ها چی میگن؟ بخیز امت رسول خدا، این سحری رمضان است. الله برکت روان میکنه. سحری هایی که ما باید بگوییم وای بر حال منی غافل مهمان نشناس. سحری رمضان در خانه، ما در خواب. سحری رمضان در خانه ما فیلم میدیدیم. سحری رمضان در خانه ما بعضی ها را گفتن دزدی میکردن. در سحری های رمضان شخص رفته عاشقانه و دربار الله استاد شده، شوهر ای ظالم رفته به همسرش تجاوز کرده. رمضان ماه خدا از پیش ما نیت رفتن داره. او رفته تراویح میخونه، این مالش از خانهش کشیده. او رفته تراویح میخونه، دم رویش با کلنشکوف استاد شده. هر تو آنچه که در جیب داری. برادر رمضان است، از خدا بترس. گپ نزن پای تو پیسره.
به این برادر دوست، به این برادر دوست میگم صدای مرا میشنوی، رمضان برات گفتنی داره میره، بیا بس بیا توبه کن. رمضان ماه خدا نیتی رفتن داره، وای بر حال منی غافلی مهمان نشنا.